اساسیش همین که آنها از پست یعنی گذرگاه وای میگذاشتن. چی میگم که سرحدچا میگذاشتن. یعنی اون وقت که سرحدی ما میگذارد آنها رو چکار میکردن؟ کم و بیش وای میکردن. یعنی آنها وابسته بودن از همین راه ها و آن وقتی میگذارن. لیکن ما اگر دانیتون در وقت بعد جنگ شهروندی ما از بای ما برو بردن، یعنی نظام یگانه تعمین کنیم برق. برای همین ما مجبور بودیم که اینجا حال ویم و زم شده نشده که این علاقه است، یعنی لپ میگن الکتریفیدش، یعنی خط سیم های وی است. انا مشکلاتش همی که دوامش تا این سخنهای من نیست، سخنهای مرزا شریف اسلام دین است. اگر که داند آن وقت آن کس رئیس شهر اصفهان بودن، آن وقت پرزیدنت میدانم که قرقیزا همین کار را میکنن. همین 4 نقطه را گفته بودن که چه است در راه پشت باید به اصفهان لب هم آب نگذارد. اعتبار کنید همین آب تقسیم میشد، همین که لب آب رفتن بس این حوزه من نشون میدم در اینجا چخل شده باید. و آن وقتی که صدر جعفر و حکومت آمد بیواسطه محبس آمد، اگر راست اگر گوییم اگر بسیار تحت اکنون من بیواسطه گفتن میتونم صدر جعفر و قمچبک تشریف آن 2 نفرانی هستند که آنها در با زمان روسی میگه اوش کرزنیا، یعنی قتل عام اوش 500 کس کشته شده است، بیواسطه دست دارد. اگر کی اوش رفتگی باشد اینا میداند. اوش دومین بزرگترین شهر وی است، قرقیزستان است، لیکن اهالیش اساساً وی هستند، شهرشان ازبک هستند و حکومت دست قرقیزا بودند، لیکن یعنی تجارت یعنی اقتصادیات در دست قرقیزا بودند. اینها نماندند که چون یک کشور خیلی کمبغل است، آنها 2010 از استفاده از یک از حکومت موقتی بود روزا آتونبای و در همونجا استفاده کرده آنها این کار را کرده هستند. حاضرم همین حالا را، یعنی اون وقتی که صدر جبهه به حکومت آمد از نو همین حادثه 2010 را وای کردن، از نو برداشتن، لیکن میدونید که پروکرور که زولو شلیف که از طرف صدر جعفر وای کرده است، آنها حاضر از اینا گرفتن مشکلات با بانو روزا آتونبای بار میکردگی و دیگر را بار میکردگی. لیکن همه میداند که یعنی عکس من بخشش میپرسم، همه نمیدونم اکثریت میدوند که این حدوشان همین کار را کرده هستند. برای چه مثال میبرم تا همین حادثه وی 1 سال پیش 2009 سال قمچبک تشریف رئیس وزارت فوق‌العاده بود، از بس که 1 میلیون 2 میلیون سوم را میدوزد، یعنی حسود کرده است، آن را از کار میگیرند. برای همین تا همین حادثه ها و کس علاقه با همین کارهای و غیر یعنی قانونی مشغول بود. مشکلاتش 275 از خرید نشان میده همین که بغیر از باروق اکنون ما خواجه الان دیگر هم چیکار میکنیم و میپرتاییم آن را چون انکلاف میکنیم. البته ما اینو استفاده نکردیم، لیکن آن جدا میکنیم. تا حاضر نشان میده خرید من اینجا مشکلات من همینجا هست. 275 متر من اینجا میگذارم. همین 275 متر من این لک اینجا پیوست میکنم. همین پیوست کردم باز 4 کوچه من 400 میگن تاجیکی، آنها در نامش هم ماندن 4 کوچه. در پاس ماندن، گایی ماندن، هر کار ماندن. حتی اعتبار که تا همین کوچه اساسی اصفهان واروق کوچه اساسی است. مشاهده کنید میدونید. حتی قرقیزا گفتم باز ایواز کردن حتی که اینش کوچه اساسی، این کوچه چه است؟ دومین درجه. اعتبار که این ممکن است چه بود بیهوده است، نه در سیاست یا چیز بیهوده نمیشه. اصلا میگم که دیوار نخواهد سدی تاریخ. آن گفت صدر جعفر میخواهد که علمی که آنها 2009 خطا میکنم 42 سالش خطا کردم 42 سال و آنها اجاره گرفتگی. آن گفت 2 مقصد دارد. حداقل مردم رو که همین 2009 آن کاتب شورای امنیت قرقیزستان بود و حاضر رقیب اساسی صدر جعفر و قمچبک تشریف همون هستند، چون که حزبشان فرقشان خیلی قوی هستند و فکرای حتی آن کسا خیانت به وطن
پروکراتور کشیده بودن، لیکن جامعه قرقزا و حزبشان و آن را کسا این کار را نموندن. برای دو مقصد داد صدر جبهه. یکمش که رقیب اساسی سیاسیش از بین برد، آن بردن بس گوید که این زمین از آن کدام بود؟ حجت امضا کرده است، دو طرفه امضا کرده است. 2009 اجاره گرفته است 42 سال. 42 سال. بخشش 49 سال گرفته است. لیکن با همین آنها چیکار کردن؟ اعتبار دید. همین 270 من همین باید خریطه اساسی که خریطه اساسی توانش انا اعتبار که همین راه اینجا کلانتر، همین راه من این راه اینجا کوه اعتبار ندید. این پیوست هستند دو قسم قرقیزستان. اینجا کوه که لایق نمیشه. چیکار کردن؟ اینا لک پیوست کردن دیگر قسم قرقیزستان. لیکن چیکار کردن؟ باروخا از اسفر جدا کردن و بی واسطه هم وای جماعت بارو هم خواجالا دقل کردیم انکلانی محاصره و افتاد. بعد از همین راه گرفتن آنها توسط قشلاق میگذاشتن که با وای خریطه‌اش من نبینید. اینها برای سمرقند اعتبار دید. هر دوش که میگذاشتن اینجا میگذاشتن دور نیوای یعنی داخل دهها قسم‌های وای که میگذاشتن از گذرگاهی سرحدی تماژن دیگر اعتبار کنید با نازکی خیلی بزرگش هم وزنش هم این که از اینجا دروازه اتحاد اقتصاد اوراسیا سر میشه. ما حالا اونجا وارد شدگی ما اگر دانیدن اگر یکم ینوار 2015 این اتحاد اقتصاد اوراسیا شروع کرد. ما 5 سال گفتیم که همه آموخته استادیم فکر ما نگفتیم. سال پنجمین سال 2019 بود خطا نکنم پرزیدنت ما را یعنی پیشوای ملت دعوت کردم به آستانه برای قید کردن 5 سالگی اتحاد اقتصاد اروپا. همه وسایل اخبار اومد که شده باشد گفتن که تاجیکستان میاد و وارد میشه. لیکن پرزیدنت اومدن و پرزیدنت ما سوالش گفتن که یعنی همکاری با اتحاد اقتصاد اوراسیا و تاجیکستان اولویت هست. پریورتی گفتن بس این مای بود. بعد از 2 ماه مشکلات خیلی وزن رفت. یعنی الان جنگ برخوردهای وای برای همین اینجا هم جنبه وای دارد. اگر شما ندانید اگر قرقیزستان کمپیرا بیکار باشه اگر مخالفین آمده هر روز اگر 7 دلار تا 8 10 دلار هم 5 7 دلار تیاد کوچه برامده کشته میگیرن کس یعنی روت استعفا فقط سخناشان همین برای همین خیلی مشکلات ها هست. برای همین برای چی زد و خورد آخران سال همین شد که من بی‌واسطه و ایران نمیدونم چکار رفته است از گوتشین دو. لیکن همین میدونم که در طول 30 سال ما حجت ها را پیشاز میکنیم آماده میکنیم. اکنون امضا میکرده که باشد حکومتی واسه میشه. حکومت نه بیاد اگر نماینده نه تعیین بکنه اون میگه که من اعتراف ندارم. اکثرا من دقیق‌تر گفتم چون که جزئیاتش میدونم که از نام میبینی. حتی یک طرف قرقیزستان یک کس بود خطا نکنم عبدالرزاق بود. آن کس کار میکردن کم و بیش میخواست گذشت کند اون را قریب خیانت و دولت اعلام کردن. برای همین مشکلاتش همین که آخر باشه. یعنی جنبه‌اش همین که در اینجا سرحد آب تقسیمات آب و خط سیر راه سه مشکلات بلبلی هم شده که ما خودمون سری خودمون با همین آن وقتی که با همین آن وقتی که ما این زمینه دادیم رو حاضر باید آخر ما آن وقتی که اینا دادیم آنها باید به مشکلات راه مایابه کردنشان در کار کنید. یعنی یک راه ساختن ما در کار که اقصای من اینجا اقصای را یعنی عبور نکنیم ایانش گذاریم. یعنی 75 دادیم آنها باید امکان کرد که ما دیگر راه که اینجا اقصای اینجا خیلی وایس مشکلات داریم اونجا میشد اکنون پیش از درگیری ما راه ها باید دیگر کردن ما در کار خطا نکنم 27 کیلومتر اکن جنبه همین که آخران من این شکست که یعنی زد خورده که یعنی 2 هفته پیش بود این همین میراث من از شکست داد.
من تا حاضر فکر میکردم برای اینترو میگفتم که الان من است که ما خشتباری داشتیم همین نمیماند که چیکار کند یعنی در گروه باشد یعنی تنازع برفتیم دیومش همین که کی داند اگر یوروپا یک کار داره پاپ انتخاب میکنن پاپ انتخاب کردن تونه همین کاردینالا رو محکم میکنه یک خانه تا اینا به زمان علمی اویانس که پلینین پاپ میگویم بسته میمونم که تا حل نکنی نمیبروی آخرام که این طرف 59 کس این طرف 41 کس وفات کرد دیگر هر دو طرف حکم معنوی ندارد که قتل کشند باید حل کند چون که من روی راست میگویم که من ضد همین هستم که باید کند چون که ما در جنوب مشکلات کلان داریم با طالبان با قرغیز یعنی از کشورهایی که ما از یک خانه برآوردیم چون ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان ما باید ترکمنستان باید جای داشته باشیم و من ضد همین چیز هستم که از دشمن یعنی از قرغیز دشمن باشیم نه قرغیزستان مبلغ کافی دارد نه تاجیکستان برای بردن جنگ‌های طولانی اینم باید در نظر داشته و اینجا اگر دونیتون یراق اسلحه نه تنها یعنی دستی وزین هم است همین سفر گنرال ها خوب میدونن که تانک ها که در آمدن و اینکه دهه ما آچه قلچه بابا جان غفارov یکمین در تاجیکستان در مسجد خودش همین ضربه بیرقدار رو حس کرد در تاریخ در همین دهه ما است دهه پدری است آچه قلچه این سفر با است البته اینجا خیلی پیچیده است من کوشش کردم که سه عاملش جدا کردن نشون دهم اکنون این از این حیات عیناً پیچیده است تشکر برای دکتر